رادیو پیج تقدیم می کند اخبار ایران و همه آخون ماخونده و حشرات دوروبرش. دوستان سلام، روزتون بخیر. عرض خدمت شما که پریروز این شیخ اعتدالی روحانی یه حمله گازنبوری مشکوک و همچین دست تو جیب کرد به این تیتر روزنامه ها که بابا جون چرا دروغ میگین شما؟ تیتر میزنن تو روزنامه، بر چه مبنایی؟ چی میخوایم چه کار بکنیم؟ والا بلا این دروغ گفتن مثل همون آب شوره، خاصیت نداره. هی آب شور نخورید، آتش شما بیشتر میشه، بعد فرداد بیشتر داد میزنید. بابا آب شیرین وجود داره، از آب شیرین استفاده کنید. آب شیرین هم هست، آب شیرین هم هست. خب یکی نبود به این شیخ اعتدال بگه که بابا جون شما که 30 ساله دارین از این آب شور میخورین، هر روز هم اشتهاتون برای دروغ گفتن داره بیشتر میشه، چرا این حرفا رو میزنید؟ تدبیرتون راست بود یا امیدتون یا اون وعده هایی که به ملت دادین؟ این دولت بیشتر به اختلاس و گرونی و تحریم و اعدام و این چیزا شناخته میشه. بابا پینوکیو جلوی شما احساس حقارت میکنه با این حرفاتون. پینوکیو والا اگه دروغ حناق بود یه نفر از مسئولین این مملکت نفسش در نمیومد. حالا شما کی میخواد شروع کنید به آب شیرین خوردن؟ خب البته آب شیرینی که تو این مملکت باقی نمونده، هر چی که بوده از صدقه سر این برادرها خوش شده رفته، اصلا خبری هم ازش نیست. پس خواهشاً شما هم آب شور قرقره نکن و دروغ نگو. دروغ نگو بس دیگه دروغ گو، بدجوری تنها موندی تو این شبای جادو. آقا شب عیدی مژده بدیم به مادرها که دیگه لازم نیست آجیل و پسته رو تو 40 متری زیر زمین قایم کنن که یه وقت دستی نره اون بادومه و پسته رو خلاصه اونجا دلوپی بزنه اینا. آقای رمضان روینتن مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی که خودش یه تریلی میخواد این اسم رو با خودش برداره بیاره، همچین با جسارت مژدگانی داد که امسال عید آجیل و خشکبار گرون نیستن و ارزونه. آجیل مشکل گشاب ببین چه غوغا میکنه. اگه آجیل بخری مشکل تو با میکنه. بخشید سوال میکنم، من میخواستم ببینم حالا قیمت چند هسته؟ مثلا پسته چند هسته؟ 36,000 تومان. 36,000 تومان. بله. این بعد این بادوم چند هسته؟ 40,000 تومان. 40,000 تومان. بله. بعد تخم ژاپنی ببخشید 20,000 تومان. بله 20,000 تومان. البته شاید از این پایین، از این جایی که ما وایسادیم داریم نگاه میکنیم اینطور به نظر میاد که گرون هسته. اگه درست نگاه بکنیم همچین پولی هم نیست فکر میکنم. 40,000 تومان، 36,000 تومان، 20,000 تومان. خیلی متشکرم، ببخشید مزاحمتون شدم. با جون سنگ پای قزوین این حرفای رمضان روینتن رو ببینه دپرس میشه. من موندم این طرف چطور هنوز نفس میکشه. واقعا من نمیدونم بابا جون، مثل که حالیت نیست. گرونه قیمت تو بالاست کوکو. گرونه فاز جمال سرسامه. گرونه پول خونه آمه. یه خبر دیگه هم بدم که مغزتون سوت بکشه. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان توی مجلس میگه آقا چه اشکالی داره که فقرا کلیه خودشونو بفروشن؟ چه اشکالی داره وقتی یه فرد در فقر به سر میبره با دریافت 20 الی 30 میلیون تومان زندگیش هم متحول میشه؟ خب این کارو انجام بده. عجب واقعا کشف نوینی کرد در عرصه اقتصاد مقاومتی. یعنی بر اساس اظهارات ایشون هر نفر یه بازار سدسمال متحرکه. یعنی قشنگ میتونی قیمت بذاری پشت ویترین، بعد روی همه اعضا و جوارحت قیمت بذاری. سایز بندی هم داره، مثلا لوزالمعده داریم کوچیک پا، تحال داریم ایکس لارج. اصلا ما میتونیم مالیات ببندیم، یه درآمدی هم برای بیت المال و مقام عظما داشته باشه. اصلا ما بیخود به این وضعیت اقتصادی اعتراض میکنیم. وقتی 2 تا کلیه داری، 2 تا دست داری، 2 تا پا داری، 2 تا چشم داری، دیگه واسه چی اعتراض میکنی؟ فقط این پیشنهاد رو به این دکل دزدا و اختلاسچیا و آقازاده ها و وزیر وزرا ندادن ها؟ شاید اونا 2 تا کلیه ندارن. خب نباید اجحاف کرد در حقشون، شاید ندارن.
این بود از اخبار امروز و خیلی خوشحال شدیم از اینکه با ما همراه بودید در رادیو پیک. عجب کلی رادیو پیک.